سلام، وقتتون بخیر. توی سلسله ویدیوهایی که مربوط به پست‌های ضمانتنامه بود، در ویدیوی قبلی ازتون پرسیدم که آیا شما در زمینه تأسیسات و محصولات پنجلایه به مشکل برخوردین و شرکت‌های تولید کننده در رابطه با ضمانت محصولاتشون چه راهکاری ارائه میدن. امروز در خدمت یکی از دوستان هستیم تا در رابطه با مسائلی که در زمینه اجرا و ضمانتنامه به مشکل برخوردن برامون توضیحاتی رو بدن. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطف کنید خودتون رو معرفی بکنید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و همه دوستان. بنده مهدی پوزش هستم، مهندس میکانیک و مجری تأسیسات. بسیار عالی. لطف کنید زمینه فعالیتاتون رو که توی بحث اجرا دارین رو بفرمایید. بحث اجرای ما تو زمینه‌های فعالیت اجرا هم قسمت طراحی کار میکنیم، اجرا و نظارت. بستگی به حالا فیلدمون تو پروژه های مختلف داره. توی یک پروژه ناظر هستیم، توی یک سری پروژه طراح و یک سری پروژه هم که مجری خودمون هستیم. بسیار عالی. آقای مهندس توی پروژه هایی که تا الان داشتین آیا بوده که توی زمینه لوله مثلا به مشکل بر بخورین؟ ما تقریبا نزدیک بگیم 22-23 ساله داریم لوله 5 لایه کار میکنیم. از تقریبا بیس ورودش تو اصفهان کار کردیم. مشکلات بوده با توجه به فراخور زمان خودش، مشکلات بوده نه که نبوده که مثلا چندین سال پیش یه پروژه داشتیم نزدیک 150 واحد بوده، 5 تا بلوک. توی مقطعی بعد از تست زمان بهره برداری که بهره برداری میخواست انجام بشه متوجه نشتی شدیم، باز کردیم نقاط مختلف تو هر چند تا بلوک به مشکل درز باز کردن لوله برخوردیم. پیگیری کردیم، کارشناسی دادگستری و پیگیری‌های حقوقی که انجام دادیم با توجه به فرایند و طولانی شدن زمان دیگه حقیقتا منصرف شدیم از بقیه پیگیری‌ها. دیدیم چون زمانی که می‌خوایم طی بکنیم مثلا تو پروژه و تو بهره برداری به مشکل بخوریم خودمون اقدام به ترمیم کردیم و بعد از کارشناسی دادگستری و جوابی هم کلا اصلا خودمون موضوع خاتمه دادیم. یعنی اون شرکتی که تولید کننده لوله بود اقدامی برای شما انجام نداد، شما مجبور به شکایت شدین و باز هم به نتیجه خاصی نرسیدیم، هم فرآیند طولانی شد و همین که نتیجه‌ای نتونستیم بگیریم. بله دقیقاً مسئله اصلی بود که فرآیند خیلی طولانی بود و ما تو قسمت بهره برداری ساختمون نمیتونستیم معطل کنیم که حالا این فرآیند بازدید، کارشناسی، نمیدونم پروسه کارشناسی دادگستری انجام شد. کلا دیگه ما اون بخش رو دیدیم خیلی فرآیند طولانی شده، کنسلش کردیم. از خود شرکت حمایتی نشد که شما رسیدیم به سمت شکایت دادگستری؟ شرکت بحث اول که پیشگیری کردیم گفتند آقا یخزدگی لوله بوده. گفتم آقا تو نقاط مختلف ما ترکیدگی داشتیم و تمام محصولاتی که ترکیده داشته باشه باز کردیم 1 متر قبل و بعدش تاریخش، یعنی تاریخ تولید تقریبا توی بازه تولید یه هفته 10 روزه بود. تمام این مشکلات که حالا تو 5 تا منطقه 20 تا ما مورد درز باز کردن داشتیم. بعد چون 3-4 تا مجری مختلف هم بودن گفتم آقا یه مجری ممکنه خطا کرده باشه. ما چون تو فرایند نظارت ناظر داریم، فرایندهای بعد از تست تخلیه آب داخل لوله ها با هوا اینا همه انجام میشه و ناظر چک لیستش رو تهیه میکنه. بله. یعنی تو این فرایند که ما بودیم و چه شد دیگه کلا شرکت حالا استدلال خودشون داشتن که یخزدگی بوده چه بوده، کلا زیر بار نرفتن تو اون زمان. یعنی حتی شما چک لیست هم داشتین که آب تخلیه شده که ولی قبول نشدن. و توی بحث زمینه اتصالات چی؟ آیا تا حالا مشکل بوده که حالا مشکل از اتصال باشه یا مشکل از مجری باشه؟ حالا صرفا هم نمیگیم تولید کننده، شاید مجری هم این وسط یه خطایی داشته باشه. چیز خاطره داریم؟ بحث اجرام که بالاخره مجری‌ها وقتی کار می‌کنن ما مشکل داشتیم، خودمون پروژه ناظر بودیم، مجری حلقه ها را درست جا نزده بود، لوله کامل نرفته بود، نزدیک به 90 تا اتصال ما از نو بریدیم، اتصال تعویض کردیم، حلقه را ما مجدد فرستادیم و هزینه را خود مجری چون که ای بس کار خودش بوده متقبل شد. درسته. و اینا کی متوجه شدیم که این اشکال به وجود اومده؟ زمانی که ما برای کنترل رفته بودیم مجری بدون هماهنگی ما پرس زده بود. متوجه شدیم که
کلا اون بحث پرس زدن رعایت نشده درست، دقت فرایند جا زدن اتصال درست رعایت نشده و زمان پرس هم مجدد کنترل نکرده بودن. درسته، خیلی هم عالی. حالا اگر نکته‌ای دارین توی بحث اجرا، توی بحث فنی یا اگر توی بحث ضمانت هایی که تا این لحظه شرکت ها انجام دادن اونو لطفاً بفرمایید. ضمانت نامه ما میگیم تمام شرکت هایی که حالا دارن کار میکنن میگن محصول ما بیمه است و زمانی که یه اتفاق میفته میگن آقا این بیمه نامه ما برو دنبال بیمه و همون پروسه طولانی شدن این فراینده و در اصل زمانی که بیمه میرسه کارشناس بیمه یعنی در کلش این ضمانت فکر نکنم یا این بیمه نامه اگر یه حادثه خیلی بزرگی رخ بده طرف میره دنبال بیمهش، وگرنه ترک دیگه یه دونه اتصال خراب بودن اورینگ اتصال یا مثلا سوراخ بودن لوله دیگه اصلا خود مالک میبینه یا بهره بردار میبینه این فرایند خیلی زمان بره خودش اصلا راحت و خودمون بی خیالش میشه، اصلا میبینه خیلی باید بیشتر پول خرج کنه تا به این هزینه اولیش برسه. مشکلاتی که در رابطه با اتصالات و لوله 5 رایه برای مهندس پیش اومده بود رو شنیدیم و دیدیم که متاسفانه نتونستن از اون ضمانت هایی که انجام شده بود بهره برداری بکنن و به نظر شما چه راهکاری میشه ارائه داد که اون مصرف کننده نهایی و بهره بردار نهایی به مشکل بر نخوره؟ لطفاً در قسمت کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید.